من قبلا بهتون نوشته بودم که این پیپای دانهیل هر کدومش که تولید میشه یه سریال خاصی داره، یعنی یک شماره منحصر به فرد. این تهش هک شده یا رو بدنه که اگه اینو بیاید پیگیری کنید این تو سایت متوجه میشید که این پیپتون اصله، یا بالاخره یه جوری میتونید بفهمید که این سریال مختص به همین پیپتونه که تایی که نه اینطوری نیستش. حقیقتش من از با شرکت دانهیل تماس گرفتم تو انگلیس، گفتم که این آیا درسته که این سریال هایی که رو پیپتون هک میشه منحصر به فرده و این میشه قابل پیگیری؟ گفتش نه همچین چیزی نیست و شما اگه میخواید مطمئن بشید که این پیپی که میخرید اصل یا تقلبی نیست، در هر صورت ما توصیه میکنیم که برید از نمایندگان معتبر ما تو سطح اروپا تهیه کنید که یا سرتون کلا نره. خلاصه اینم من یه اشتباهی بود که کرده بودم اونجا تو پستای قبلی نوشته بودم که بله دانهیل یه سریال منحصر به فردی داره، یه شماره‌ای که شما میتونید پیگیری کنید و بفهمید که این اصل نه اینطور نیست. متاسفانه هیچ راهی نیست مگر اینکه از یه نمایندگی خاصی چیزی تهیه کنید. این از این. یه چیز دیگه من اینجا بیام بهتون بگم که این اگه از جزو آدمایی هستی که دوست دارید پیپ گوشه دهنتون بذارید یا لای لبتون بذارید، این اگه پیپاتون نیم خم انتخاب کنید پیپ یا تمام خم که چه بهتر، اگه اینجوری زاویه داشته باشه این پیپ خیلی راحت‌تر اینجوری گوشه دهنتون میمونه بدون اینکه ناچار بشید گازش بزنید. ولی اگه پیپ اینجوری استرایت باشه این نمیتونید لای دهنتون نگه دارید چون خیلی نیرو میخواد و حتما باید اینجوری از اینجا گاز بزنید که اینجوری صاف تو دهنتون بمونه. و در دراز مدت اگه گاز بزنید میبینید که اینجوری توش روی استم یه جای دندون باقی میمونه. پس اگه میخواید که پیپ دائم گوشه لبتون نگه دارید بدون که تو دستتون اینجوری بگیرید، این پیپ سعی کنید یه پیپ تمام خم یا نیم خم اینجوری تهیه کنید که این خیلی ملایم‌تر و راحت‌تر اینجوری بدون دردسر تو گوشه دهنتون باقی میمونه. خب اینم یه نکته دیگه بود که من اینجا عنوان کردم.